آقای رئیسی اون وعده ساخت مسکن که داده بودی چی شد قربان؟ مسکن که تموم انشالله. پریزای برقش که نصب بشه مردم میتونن برن مستقر شن انشالله. بله، بعد پریزای برقش کی نصب میشه؟ به زودی زود انشالله. دیوار که تموم بشه کارش پریزا نصب میشه و دیگه کار کلا تموم میشه انشالله. دیوارا تموم نشده هنوز؟ دیوارا که باید تموم بشه، یعنی این بایدیه، ولی خب تیراهنا که زده بشه قطعا دیوارم چیده میشه انشالله. تیراهناش هم نزدن؟ آقا وقتی ستوناشو نزده باشن که نمیتونن تیراهن بزنن. ستوناشو کی میزنن بعد؟ ستونا که تموم انشالله. پی ساختمونو که بکنن دیگه ستون خودش آنگوزمان میشه انشالله. پیو هم نکندن؟ آقا من متوجه نمیشم اصلا، آخه پیو چرا نکندن؟ خب این دیگه به خاطر نابسامانیاییه که از دولت قبل باقی مونده. انشالله وام که داده بشه پی رو هم میکنن. وام چیه این وسط؟ وامو کی میخوام بدن آخه؟ والا وام یه موضوع استراتژیستیه. مردم اول باید بیان ثبت نام کنن، بعد شروع کنن ماهانه 5 میلیون بدن تا انشالله وام مورد نیاز این پروژه تأمین بشه. پول وام هم مردم باید بدن؟ آقا پروپاکانی نکن لطفاً. معلومه که پول وامو باید مردم بدن. ما اصلا نظاممون مردمیه، پشتمون به مردم گرمه، پامون رو حلقوم مردمه، دستمونم تو جیب مردمه. خدا برکت بده انشاءالله.